خب یه سری نمادهای استاندارد هستش که ما در آمار به کار میبریم و در همه کتب آماری در سراسر دنیا معمولا همین نمادهای استاندارد هستند. دو تا از در واقع اندازه های نمونه و جامعه که پرکاربردترین هستن، یکیشون میانگین هست و یکی واریانس و در واقع به نوع انحراف معیار هم ما خواهیم داشت. به عنوان مثال فرض کنید حالا ما اینجا برای نمونه داشته باشیم و اینجا برای جامعهمون. خب اینجا ما در واقع نمادهایی که به کار میاریم یکی سمپل یا همون نمونه هستش، یکی میانگین هستش که ما با مین نشون میدیم، یکی واریانس هستش و یکی هم انحراف معیار در واقع که با استاندارد دیوییشن نشون میدن و که میشه جذر واریانس. حالا ما اگر بخوام اینها رو در واقع نمادها رو به کار ببریم برای در واقع حجم نمونه، یا اینجا منظورمون از سمپل سایز هستش به نوعی، خب و اینجا حجم نمونه هستش، این با n نشون میدیم، اینجا با n بزرگ نشون میدیم و میانگین اینجا با x بار و این برابر میشه با یک انوم زیگما xi i از 1 تا n و اینجا با در واقع نماد استانداردش مو هستش که میشه یک انوم زیگما xi i از 1 تا n و برای واریانس در واقع اینجا ما با S2 نشون میدیم، میشه یک به روی n منهای یک زیگما xi منهای x بار به توان 2 i از 1 تا n و اینجا با زیگما 2 نشون میدیم که میشه یک انوم زیگما xi منهای مو در واقع به توان 2 i از 1 تا n. این که چرا اینجا تقسیم بر n منهای 1 شد و اینجا تقسیم بر n، حالا اینا یک جریانی داره به نام ناوریبی و چیزهایی از این قبیل که حالا در واقع بعداً در مورد این هم توضیح خواهیم داد. اینجا با S که میشه رادیکال S2 در واقع و اینجا هم که با زیگما نشون میدیم که این هم میشه رادیکال زیگما 2. بنابراین همونطور که مشاهده میکنید این گاهن ممکن این اشکال به وجود بیاد یا این اشتباه که چرا پس گاهی ما مثلا میانگین رو با مو نشون میدیم، بعضی موقع با x بار یا واریانس زیگما 2 یا S2. اینها علتش اینه که برخی مربوط به نمونه هستن و برخی مربوط به جامعه که هر کدوم بایستی در جای خودش به کار برده بشه.